سلام رفقا، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اسم من دکتر ترگره و امروز قراره توی این ویدیو راجع به یک کریپی پاستای دیگه با هم دیگه صحبت کنیم. مطمئنم همه شمایی که دارید این ویدیو رو میبینید با هیروبراین آشناییت دارید، اما تا حالا اسم جاینت هیروبراین به گوشتون خورده؟ اون شخصی که این کریپی پاستا رو به اشتراک گذاشته هنوز مشخص نکرده که چه روزی و چه تاریخی این اتفاق افتاده و توی چه ورژنی این اتفاق افتاده و فقط یه داستان برای ما گفته. اون گفته وقتی که کوچیک بودم میخواستم هیروبراین رو پیدا کنم، اما فقط یه چیزی رو میدونستم: هیروبراین فقط توی یه عکس بود و معتقد بود که اگر هیروبراین توی یک ورد بهش شلیک شده، توی اون ورد فقط هیروبراین وجود داره و توی یه ورد دیگه‌ای نمیتونه وجود داشته باشه. حالا منظورش از شلیک شدن به هیروبراین چیه رو دقیقاً نمیدونم و خودش هم که نگفته منظورش چی بوده. 2 هفته بعد سید همون ورد رو پیدا میکنه که هیروبراین توش به گفته خودش بهش شلیک شده بود و اون سیدو میزنه و واردش میشه. هدف اون پلیر پیدا کردن هیروبراین بود و در ابتدای درختی رو میکنه و برای خودش تبر درست میکنه. 20 دقیقه دنبال هیروبراین میگرده و چیزی پیدا نمیکنه. توی بازی که کم کم داشت شب میشد تصمیم میگیره برای خودش یه خونه بسازه و گفته که نمیتونسته تخت خواب درست کنه، بس بنابراین کل شب رو بیدار مونده. همچنین این پلیر گفته که نمیتونسته برای خودش تخت خواب درست کنه و به همین دلیل کل شب رو بیدار میمونه که دلیل نتونستنش هم احتمالاً این بوده که پشم نداشته. وقتی که صبح میشه از خونش میاد بیرون و چند تا گوسفند رو میکشه. بعد از اینکه یکم جلوتر میره درختایی رو میبینه که برگ ندارن و بسیار هیجان زده و خوشحال میشه از این موضوع، چون که خیلی دنبال هیروبراین بوده و اولین علائم هیروبراین رو میبینه. به دور و بر خودش و اطراف درختای نگاهی میندازه اما هیروبراین رو نمیبینه. جلوتر میره و به یه چاله که به یه کیو وصل میشه میخوره. یکم براش این موضوع عجیب بود چون نمیدونست که هیروبراین همچین خاصیتی داره و شاید هم واقعا نداشته و فقط این پلیر اینجوری حس کرده. زمان توی زندگی واقعی این پلیر تقریبا عصر بوده و به این خاطر از بازی کردن دست میکشه و تا فردای اون روز نمیاد. فردای اون روز دوباره وارد بازی میشه و میره یکم برای خودش ماین میکنه و در اولین قدم برای خودش زره آهنی درست میکنه. یکم که جلوتر میره یه اتفاق عجیب میبینه، اینکه بازیش هی داشته بین شب و روز سویچ میشده و هی از روی شب میرفته روی روز و همچنین برعکس. این اتفاق خیلی واسش عجیب بود، ولی یکم که جلوتر میره تا اینکه هیروبراین رو پیدا کنه، یه سری چاله ها و سوراخ‌هایی رو میبینه که همه جا هستن و طوری بودن که انگار یه جاینت یا یه موجود غول‌پیکر این کارو انجام داده. اما این پلیر با خودش فکر میکنه که احتمالاً یک باگه، چون هیروبراین یه غول نبود و اسکینش تقریبا مثل یه پلیر عادی بود. به هر حال این پلیر کل راه رو میره و خودش رو به یه اقیانوس میرسونه و سریعا بعد از اینکه رسید یه قایق میسازه و بعد از 10 دقیقه رفتن به دریا یا همون اقیانوس میبینه که یه سری اهرام خیلی بزرگ توی آب وجود داره و اوضاع هی عجیب و غریب تر میشد و در همین حین یه ایده به ذهنش میرسه و اونم این بوده که از طریق کندن چند تا بلاک وارد اون اهرام بشه. بنابراین میره جلوی یکی از این هرما و میره داخل آب و داخل هرم رو میکنه، اما هیچ چیزی بیرون نمیاد و به گفته خودش فقط وقتش رو تلف کرده. وقتی که میبینه فقط وقتش اینجا تلف شده، دوباره سوار قایقش میشه و مسیری که داشته میرفته رو ادامه میده و بعد از یه مدت خیلی کوتاهی به سطح زمین میرسه، اما هوا داشته کم کم شب میشده. از اونجایی که این تخت نداشته، زیر پای خودش رو مثل یه چاله میکنه و بالای سرش هم میبنده و همونجا AFK میکنه. اما در حالی که AFK بود، صدای فریاد از بیرون میشنوید و این موضوع خیلی پلیر رو ترسونده. بعد از اینکه صبح میشه سعی میکنه که بره بگرده و بفهمه که از کجا اون صداها میومد، ولی خب موفق نمیشه که اونو پیدا کنه و به این فکر میکنه که شاید صداها از هیروبراین بود. در همین حین کاراکتر بازیش گرسنه بوده و یه حیوان رو این دور و اطراف پیدا میکنه که اون حیوان هم گاو بود و اون گاو رو میکشه تا گوشتشو بخوره و بعد از اینکه این کار رو میکنه، کاراکترش هنوز گرسنه‌ش بوده. بنابراین برای پیدا کردن یه حیوان دیگه شروع میکنه به راه رفتن، اما تا 10 دقیقه نتونست هیچ حیوانی رو پیدا کنه. در حالی که داشته برای پیدا کردن یه حیوان تلاش میکرده، اون اتفاق که روز و شب میشد دوباره براش میفته و بازی هی شب میشه و هی دوباره روز میشه و خب این پلیر به این فکر میکرد که داره به هیروبراین نزدیک میشه. بعد از کلی گشتن بالاخره یه خوک رو پیدا میکنه و اون رو میکشه، اما اون خوک هیچ گوشتی از خودش دراب نمیکنه و این پلیر به این فکر میکنه که بازی احتمالاً دچار باگ و مشکل شده. یکم که جلوتر میره به یه تابلویی میرسه که روش نوشته بود به پشت سرت نگاه کن. این پلیر به آرومی میچرخه و هیروبراین غول‌پیکر یا همون جاینت هیروبراین رو میبینه که کل بدنش هم از خون پوشیده شده بود، اما با این حال شروع میکنه به دویدن سمتش. در همین حین جاینت هیروبراین یه هیت
این پلیر میده و موبایل این پلیر کلا خراب میشه و دیگه روشن نمیشه. بعد از این اتفاق به اینترنت میره و میگرده دنبال موارد مشابه به این چیزی که دیده و یه سری ویدیو در مورد جاینت هیروبراین پیدا میکنه، اما همشون با چیزی که این پلیر دیده بود فرق میکرد و نتونست اون چیزی که دقیقاً خودش دیده رو توی اینترنت پیدا کنه. بعد از اینکه گوشیش درست میشه وارد بازی میشه، ولی این دفعه توی یه جای دیگه اسپان میشه و دیگه چیزی نمیبینه و تا همینجا داستانش به پایان رسیده. نظر شما در مورد این کریپی پاستا چیه؟ به نظر شما جاینت هیروبراین وجود داره و یا تمام چیزایی که این پلیر گفته همش دروغ بوده؟ حتما نظرتون رو در مورد این کریپی پاستا داخل کامنت ها برام بنویسید و اگه کریپی پاستای سراغ دارید حتما اسمشو داخل کامنت ها برام بنویسید تا داستان کاملش رو براتون بذارم. اگه اولین باره که چنل ما رو میبینید خوشحال میشم که این ویدیو رو لایک کنید، چنلمون رو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش هم فعال کنید که به محض انتشار ویدیوهای بعدی اولین نفر بیاید اون ویدیو رو تماشا کنید. خیلی ممنون که این ویدیو رو تا آخر نگاه کردید. تا یک کریپی پاستای دیگه مراقب خودتون باشید.